تاریخ 27 دی ماه 1403 یه حادثه هولناک توی یکی از شهرهای ایران رخ میده که دل هر شنونده‌ای رو به درد آورده. نیان دختر 6 ساله‌ای که به شدت آسیب دیده بود و با علائم مسمومیت و ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شد. سلام، من آیدا هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیوی امروز ناراحت کننده است. پس اگه روحیه حساسی دارید یا حال دلتون خوب نیست ممکنه که این ویدیو مناسب شما نباشه. لالا کن دختر زیبای شبنم روی زانوی شقای دختر ساله‌ای که به شدت آسیب دیده بود و با علائم مشهود مسمومیت و ضرب و شتم و خونریزی به بیمارستان شهید قلی‌پور شهرستان بوکان منتقل میشه. همه آدم‌هایی که اونجا بودن از دیدن سرتاپای دختر که پر از کبودی و جای سوختگی بوده شوکه شده بودن. اما چیزی که برای همه غیر قابل باور بود و نمیخواستن باورش کنن بعد از معاینه پزشک مشخص شد که این دختر مورد تعرض قرار گرفته بوده. پدرش به همراه یه زن دیگه این دختر رو به بیمارستان رسونده بودن و بعد از مشکوک شدن پرستار و کادر بیمارستان به جای سوختگی روی بدن این بچه، اون زنی که همراه پدرش بوده بلافاصله پا به فرار میذاره. کادر بیمارستان از پدرش دلیل سوختگی های روی بدن این بچه میپرسن و پدرش عنوان میکنه که با زغال قلیون این اتفاق افتاده. اما خب کادر بیمارستان زیر بار نمیرن و قانع نمیشن، چون جای سوختگی ها انگار که با قاشق یا ته سیگار ایجاد شده بود روی پوست این دختر و به خاطر خونریزی که پایین تنه بدن این دختر داشت بلافاصله با پلیس تماس میگیرن. پزشکای اورژانس هم به دلیل وخامت حال این دختر و جراحات سنگین اون تصمیم میگیرن که اون رو به بیمارستان ارومیه منتقلش کنن. اما خب علیرغم تلاش های کادر درمان به خاطر جراحات سنگین متاسفانه این دختر جونش رو از دست میده و پرونده قتل نیان توسط پلیس باز میشه. پلیس بلافاصله 3 نفر رو دستگیر میکنه: پدر نیان، زنی که باهاش به بیمارستان اومده بود و برادر این زن. و مشخص میشه که برادر این زن با سوء استفاده از رابطه خواهرش با پدر نیان به اونها نزدیک میشه و این دختر رو مورد تعرض قرار داده بوده. طی مصاحبه‌ای که با مادر اصلی نیان انجام شده، مادر اون عنوان کرده که شوهر سابقش خیلی رفیق باز بوده، به خاطر همین خیلی با هم بحث و مشاجره داشتن و حتی اون یه بار بهش گفته که هر چقدر مهریه میخوای میدم، فقط از من طلاق بگیر. اما خب چون من بچه داشتم قبول نکردم. اما در نهایت اون یه شب من رو جلوی خونه ناپدریم رها میکنه و نیان رو برمی‌داره و برای همیشه ناپدید میشه. ناپدریش خیلی هواش رو داشته. اون به شوهرش میگه که ما طلا و مهریه نمیخوایم، فقط اجازه بده که این بچه پیش مادرش باشه، پیش مادرش بزرگ بشه. به گفته این مادر اصلی نیان، شوهرش اجازه نمیداده که این زن بچهش رو ببینه و اون هم تصمیم میگیره که ازش شکایت کنه. بعد از فهمیدن موضوع شکایت، پدر نیان گفته که اگه شکایتتون رو پس نگیرید بهتون اتهام کودک آزاری میزنم. اون ادعا کرده که همه پیام ها رو دارم که به شوهرم التماس میکردم که اجازه بده بچه رو ببینم. بعد شناسنامه بچه رو بهش دادم و ازش خواستم که حداقل بچه رو به مهد کودک بفرسته. خداوندی خدا قسم 15 سال از خواهر من بزرگتر بود. جوری رفتار میکرد باهاش عین وحشی. هر روز کتک و کتک کاری، خیانت. به قرآن 3 روز واسه شون نون و آب نمیذاشت میرفت. تو خونه تنهاشون میذاشت. بعد برگشتنش که میپرسیدن کجا بودی کتک میزد. شکنجه میکرد، فوش میداد، بیرون میکرد. پدر نیان کیوان طلبیان، پدر نیان. بله، هزاران بار خودمون به خواهرم میگفتیم فرزانه تا کی میخوای تحمل کنی؟ همه داد شکسته، همه داد داغ شده، همه داد خونی و مالینه. تو رو خدا تحمل نکن اینا رو. ولی میگفت به خاطر دخترم. من خودم بی مادر بزرگ شدم، نمیخوام اونم مثل من بشه. یه شب ساعت 12:01 با کتک کاری فراوان و با ضرب چاقو با تموم بدنش گرد و خاکی آورده بود، ترک کرده بود در خونه مامانم و رفته بود. گفته بود دختر شما رو نمیخوام، من زن. وقتی که اون بچه رو به مهد کودک میفرستاده، مادر اصلی نیان از دور میرفته
رو میدیده، اما یه روز به طور ناگهانی متوجه میشه که پدرش کلا محل زندگیشون رو عوض میکنه. بعد از مدتی پدر نیان با این زن آشنا میشه، یعنی دوست دخترش که با هم نیان رو به بیمارستان رسونده بودن و باهاش وارد رابطه میشه. به واسطه مادرش با پدر نیان آشنا شده. چند سالیه که با هم تو ارتباط هستن اما ازدواج نکرده بودن، یعنی پدر نیان زیر بار ازدواج نمیرفته. نیان خیلی بهونه مادرش رو میگرفته و همیشه از پدرش میخواسته که با مادرش آشتی کنن و به هم برگردن. این زن هم مثل اینکه خیلی میترسیده. سر همین قضیه خانواده‌اش رو با پدر نیان آشنا میکنه و با خانواده‌اش در ارتباط بودن، یعنی به خونه اینها رفت و آمد داشتن. یک روز وقتی که این زن بیرون بوده و پدر نیان هم خونه نبوده، وقتی به خونه برمیگرده میبینه که برادرش و نیان تو خونه تنها بودن. وقتی میرسه میبینه که نیان جیغ میزده و گریه میکرده و لباسهاش هم خونی بوده. به برادرش میگه چه غلطی میکردی، چه بلایی سر این بچه آوردی، که اونجا بوده که متوجه میشه که برادرش نیان رو مورد تجاوز قرار داده بوده. بعد از این قضیه این دو نفر برای اینکه به کسی حرفی نزنه یا به پدرش حقیقت رو نگه تهدیدش میکنن که اگه بگی با قاشق بدنتون میسوزونیم و همچنین اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعدش هم کلی قرص به خورده این بچه میدن، چون طی گزارش‌های بیمارستان 28 تا قرص از معده این دختر خارج کرده بودن و کلیه‌های این بچه کلاً نابود شده بوده. بعدش هم که پدرش خونه میرسه و حال نیان بد میشه و اون رو به بیمارستان میرسونن. بعد از دستگیری این پسر 19 ساله اعتراف میکنه که کار خودش بوده و میخواسته از پدر نیان انتقام بگیره که با خواهرش رابطه ناسالمی داشته. گروهی از مردم شهر بوکان هم به خاطر اعتراض به این جنایت توی این شهر دست به تجمع زدن و از مسئولین خواستن که هرچه زودتر به پرونده این دختر رسیدگی بشه. زۆر بە جوانی زۆر بەڕێک و پێکی کچەکەمیان بەڕێ کرد وەکو کچی خۆیان نیانهێشت ئەو چەند ساڵێکی لەدایکی دوور بوو ئەو هەموو بێن. اما خب شک و شبهه‌های زیادی هنوز توی این پرونده وجود داره، مثل اینکه خیلی ها گفته بودن که این اواخر نیان رو خیلی کم انرژی و بیحال میدیدن. مربی شناش هم ادعا کرده بوده که این اواخر خیلی پرخاشگر شده بود و اینکه این دختر از چه زمانی مورد آزار بوده هنوز مشخص نیست. این پرونده نه فقط یه جنایت بلکه یک هشداریه برای همه ما که بیشتر مراقب بچه‌هامون باشیم، نسبت به قضیه آزاری خیلی حساس باشیم و در صورت دیدن کوچکترین مورد مشکوکی اقدام لازم رو انجام بدیم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.